الحرام در زبان روسی هم که اگر که ما نظر کنیم روسا همون مسجدهای خودشون خرم میگن، یعنی که همون کلمه حرام است. با عرق جبین چون خنجر را کار میکنن و شما روان میکنن تا اینکه شما آمده ادای عمره ادای حج کنین و در حقشان دعایی میکنین که الله سبحانه و تعالی فرزندهای شما را از پس دیگرها، یعنی که اجر و ثواب بی‌نظیر از جانب الله سبحانه و تعالی زاده شود. اقلا در حق همه فرزنداتون دعایی میکنین، اقلا صدقاً 2 رکعت نماز خوانین از الله طلب کنین. دونین که 1 رکعت نماز خواندنی در مسجد الحرام، یعنی که مسجدی که همون کعبه را یعنی که مسجدی که کعبه هست همون مسجد الحرام میگن. برای چی مسجد الحرام؟